اولویت هم بذاریم برای یه عده که ببینیم آیا شخص احساسیشون با خانواده‌اش صحبت‌هایی رو داره یا صحبت‌هایی در رابطه با شما انجام داده. ببینید یک صحبت‌هایی در این رابطه هست، یعنی این شخص دنبال یه فرصتی گشته که با خانواده یا حتی خواهر یا مادرش صحبت کنه در رابطه با شما و انگار یک مخالفت‌هایی رو شنیده و الان منتظر هست که ببینه آیا اونا موافقت و رضایت رو میدن، چون میبینم که انگار خیلی پیگیر باشه، یه جورایی تو لاک خودش باشه. دلایل سردی این آقا این نیست که شما رو نخواد، دلایل اینه که اونا مخالفت کردن و ایشون هم یک جورایی پیگیر این موضوع هست که ببینه آیا نظر اونا عوض میشه، یک فرصت جدید براش داده میشه که بخواد ایشون برای شما یک قدمی رو برداره. یک میبینم که ممکنه خودت یک دعایی رو بخوای انجام بدی در این رابطه، انگار یک اقدام دایی داری انجام میدی که برات نتیجه بخش افتاده و یک رضایت و خوشحالی رو برات میبینم. ببین این دعایی که انجام دادی خیلی میتونه به رابطت کمک کنه، چون میبینم این شخص برای شما یه قدمی رو برمیداره و انگار دور هم جمع شدن و شرط و شروط های خانوادگی و ازدواجی رو میبینم برای یه عده از مجردین اینجا افتاده.